یه 10 تا خانواده فرهنگی بیا ساکن بشن، ازش کل محله متفاوت میشه. الان امروز روزم که گیرونی یا پول نی، اگر دل مردم ها دست بیاری مثل ریک پول میدن برن که محلشون آباد چن، برن که اتفاقی بیفته. خیابونی که فرمانداریه برای خود میراث‌فرهنگی اصلا هیچ یزدی شما نمیتونید دیگه ببینید. میخوام پوش بالا کنه عقل محله باشه، اینا داره از بین